یه لازانیای کاملا متفاوت به آب در حال جوش، آب لیمو و نمک به اضافه و قارچ‌ها رو 3-4 دقیقه بذارید داخلش که بجوشه. حالا بلافاصله شوک آب یخ و الانم قارچ بلند شده داره. اما یه سس متفاوت برای این لازانیای ژامبون. اول آردو با کره تفت بدید، در ادامه بهش شیر به دمای محیط رسیده، پنیر ورقه‌ای پارمسان، نمک، فلفل سیاه، جوز هندی و قارچ‌ها رو اضافه. فقط خیلی رو حرارت نمونه که سفت میشه. حالا اینجا به ترتیب کف ظرف سس، لازانیای پیشپخت، دوباره سس، پنیر ورقه‌ای لازانیا. تو این مرحله ترکیب ژامبون گوشت و مرغ یا اصلا به سلیقه خودتون یکیش. دوباره ورق لازانیا، سس، پنیر ورقه‌ای لازانیا و ژامبون. یه بار دیگه هم این مرحله رو تکرار کنید تا ظرفتون پر بشه و بعداً نیم ساعت بذارید داخل فر 200 درجه. در آخر پیشنهاد من اینه که از یه پنیر ورقه‌ای با کیفیت استفاده کنید و یادتون باشه که ورق دست کال است. اینم متفاوت ترین و جذاب ترین لازانیایی میشه که باید امتحانش کنید.